گشته. دلارای حرکت کننده میگویم ما اینا فرمیرو. 6 تا فرزندی که پدرمون بود ما 2 تا ما چارودار برآمدیم. کم خراجاترین گوسفند در همین جمهوری تاجیکستان همین گوسفند حصاری میباشند. یک دستاورده که تاجیکستان با این باید فرق کنه. در تاجیکستان تقریباً 2 میلیون گوسفندهای حصاری پرورش کرده می شود. این نوع چاروا خیلی نادر است و قیمتش نیز در برابر دیگر گوسفندان به مراتب گرانتر است. چرا؟ در گزارش ما ببینید. شریک رسمی ما گروه شرکت‌های نکسیگول است که در ساحه کشاورزی فعالیت می‌کند. خطرکوه‌های حصار، ناحیه ورزاب، قریب 3000 متر بلند از سطح بحر. این کوه و پشته محل چرای چاروای خرد از جمله گوسفندان حصاری می باشد. تابستان را اینجا می گذرانند چون در این فصل گرم طاقت فرسا سبز و سلقین است. طاهر سیدعلیف اینجا 1400 سر گوسفند حصاری را می چراند. در کنارش بز هم دارد. ساعت 6 سحر ما میریم سال چرا میتیم با ساعت 10 11 میبیو تا ساعت 4 5 خواب میره عبید میکنیم خواب میریم استراحت میکنیم مودیخ میکنیم همه کار میکنیم. بعد ساعت 4 5 با ساعت 4 5 بو میخوریم های میکنیم چرا میتیم بو میبریم با خواب میکنیم. قریب 40 سال از چوپانی میکند. مثل مردمی کوچمنچی هر فصل از یک مکان و مکان دیگر میکوچد. کار دشوار است ولی افضلیت‌های خود را دارد. طبیعت زیبا و هوای تازه و خوراک سرغذا. پدرمون مال داشت. پدرمون 100 تا مال داشت. با همه احوال شروع کردیم خیلی گشتیم دیگه هم مالبانی کردیم و کرد. گپی پدر نگفتیم گشتیم از همین 6 تا فرزندی که پدرمون بود ما 2 تا ما چارودار برآمدیم. حتی اکم و حتی ما حالا اکم پنسه برآمد ما اقفه همین یازی جمیده گشتیم. طاهر گوسفندان حصاریش را از خواجگی ذات‌پروری حصار از ناحیه فرخار آورده پرورش کرده است. یک مرکز دیگری پرورش ذات گوسفندهای حصاری و دیگر نوع چاروا در گوشه دیگری تاجیکستان نیز هست. در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاروا چند نوع گوسفند را می‌آموزند. ذات آنها را تقویت می‌دهند و نسل خوب می‌گیرند. حاضر ما در جای قرار داریم که در اینجا لابراتوری و تشخیصگاه هست که برای گرفتن نطفه یخ کناندن و شناندن نطفه در اینجا کار ما میبریم. با فرمیران و خواجگی های دهقانی برای خوشزاد کردن چاروای خودشون ما در اینجا نطفه های اعلی صفت تیار میکنیم. ذات گوسفندهای حصاری سالهای اخیر به مراتب زیاد شده است و قریب 2 میلیون سر را تشکیل می‌دهد. شما دهقان یا که صاحب خوجگی دهقانی هستید پس مرحمت با حاصل نقطه تیجی اولین اینترنت مغازه کشاورزی در تاجیکستان. اکنون برای خرید تخم نوری ها واسطه های حفظی رستنی و دیگر موادهای لازمه به مرکزی ناحیه و یا به دیگر منطقه کشور سفر کردن ضرور نیست. موادهای فرمایش شده از حاصل نقطه تیجی تا به منزل شما رسانیده می شود. جستجوی خود را یابید، مقایسه کنید و با یک پخش بهترینش را انتخاب کنید. از بس که کم میخورند و زود وزن میگیرند، پرورش آنها فایده آور است و توجه به آن سال به سال زیاد می شود. از همه کم خراجاترین گوسفند در همین جمهوری تاجیکستان همین گوسفند حصاری می باشند. به یگان خیل چی گویم خوراکای ایلاوگی در زمستان همین گوسفندا زمستان چی میکنن؟ میبرن. حسابی چی میبرن؟ حسابی که آنها در فصل بهار تابستان در چراگاه تابستان آنها چقدر اگر روغنی که در وی چی میکنن ذخیره میکنن در بدن خودشون اینا برای گذراندن زمستان یا وقتی که خوراکی کم میشد و میشد از همین روغنی که در بدنشون هست از همین روغن استفاده میکنن.
در بین چارواپروران گوسفند حصاری را دلارهای حرکت کننده مینامند، چون یک سرمایه به حساب می رود که به قول بابا کلانوف ارزشش کم نمی شود. آدم‌ها حاضر پولشون در بانک وای میکنن، در بانک نگاه می‌دارن. اگر شما همین مقایسه کنید با یک سر سالخ که شما نگاه می‌دارید، اگر مقایسه کنید، اگر از همین خراجاتتون بروید، اگر از همون فایزی که در بانک شما میگیرید، این چی میشه؟ بالاتر میشه. و همین خاطر دلارهای حرکت کننده میگویم ما اینا فرمیرو. ظاهراً با نظرداشت خاصیت گوسفند ذات حصاری طلبات به آن در بازارهای داخلی زیاد است. از جمله در این بازار در ناحیه رودکی خرید و فروش آن هم آسان صورت نمیگیرد. برای بسیار از این مردم نگاهبین چاروا و فروش آن یگانه منبع درآمد است. سودای گوسفندان حصاری یکی از سردرآمدترین به حساب می رود، چون آن را قصابان و سوداگران زیاد می خرند. گوسفندهای حصاری ذات درشت پشم و دنبکلان محلی است که برای گوشت و روغن پرورش کرده می شود. آن در چراگاه‌های کوهی وادی حصار توسط سلکسیای خلقی پرورش کرده شده و حالا کلانترین گوسفند در جهان به حساب می رود. آن می تواند بیشتر از 200 کیلوگرم وزن بگیرد. در یگان روی دنیا همه خیلی گوسفند نیست. این یکی از گوسفندها است که این فخری خلق تاجیک بیم خطا نمیکنیم. این یک دستاوردی بزرگ، یک دستاوردی که تاجیکستان با این باید فرق کنه.